کارواخال میخواد دریبل دو طرفه بزنه نونو مندس رو. حالا جای دنی کارواخال خالیه و چی بهتر از این برای کیلیان امباپه که خودش به توپ میرسونه. امباپه و آلابا. امباپه ضربه رو میزنه دیگه، این بود صحیحه و مورد قبول واقع میشه. کیلیان امباپه حالا که اونجا بنزما کارو سخت میکنه برای دوناروما، اشتباه مهلکش کریم بنزما دروازه رو باز میکنه. پاسی که وینیسیوس میده و بنزما موفق به گلزنی میشه. بازگشت امکان پذیر به وینیسیوس، موقعیت داره رئال مادرید. دوباره وینیسیوس صاحب توپه، پالیسیا عقب برگشتن، آرشو به دست آوردن مودریچ. حالا کریم بنزما با گل دوم. بله بنزما که دوباره برنابئو به خروج برمیاره، نشون میده که تو سانتیاگو برنابئو رئیس کیه. کریم بنزما ارتش یه نفره کارل آنچلوتی اومد بگیره. خط گل سوم برای رئال مادرید تو راهه، در هم شکسته. چی کار میکنه آقای کریم بنزما؟ خودت باورت میشه چه بلایی سر پی اس جی آوردی؟ 3-1 چه شبی شده امشب برای مادریدیا.